خوش من ببینید دیگه. امروز اومدیم دوباره با ماینکرافت و امیدوارم صدا واسهتون اوکی باشه، چون که احساس می‌کنم من دفعه قبل صداهای خورده چیز شده، ولی آره ببین من خونم هم کامل شده دیگه و عصر آیرون رفتیم به عصر آیرون. حالا سقفش هم اوکی می‌کنیم و بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. بیش از این چیز مثلا میگم دیگه. حالا طبق چیز میگم بهتون بچه‌ها من چرا انقدر جونم کم. اسبم اسب بیا اینجا. بابا بیا کجا در میری؟ بیا اینجا بینم. نه یا گم شو. بدم میاد از همتون. یه دونه لاگ میخوام از اینجا میگم. خب چرا مریضی؟ ما ابس داریم که نمیتونیم سوارشون شیم. مال بارانه، این مال منه. به به حوضی که به به چقدر خوشگل اینجا نکن. حوض وسط این و رگه هایی که اینجا میبینید اینم نقاشیه و دیگه آره دیگه یه سری هم حالا کف اینجا رو اینجوری من کل اینجا رو این وسطش هم نمیخوام اینجوری میذارم که خوشگلش. بیا اینم میذاریم اینجا. بعد این دوروبرش همجوری میکنم میذارم اینجا رو. آره بعد آره اینجا هم چیز کنیم. یه چیز جدیدی که توی خونمه اینه که خیلی جالبه و چیزای مهم مثلا چست و اینا دیگه. این چی؟ مثل چه میدونم اینجور چیزا. آره بالاخره ما نیاز داریم دیگه چست و اینا به درد بخور. اینا بکنم ما رو نکشته. خونه باران هم کاملا کامل شده. حالا میریم کامل میبینیم. چوبای چیز باشه خیلی گلی کم. آره نه کنم باید با چوبایی باشه که تو مثلا سرما اینا پیدا میشن تو جنگل اینا. این چوبا آره اسمشون اسپروس. ما نیشکرمون هم گذاشتیم اینجا که رشد کنه. ببین بچه‌ها ببین بیا با اینجا ما 2 تا درد نمیدونم چرا. بیا با خودت. و اینجا تابلو نیست، میشینی میری توش، ولی اگر بخوای نشینی بری توش واقعا سخت میشه بره. نمیتونی بری. اینم یه گوسفندی. اینجا به چه درد میخوره؟ حالا اینجا به چه درد میخوره؟ دستشویی میری میکنه. اینم یه باب گوسفندیه که اینجاست و اینجا که پنجره هم میتونی وا کنی. پنجره ها رو میتونی وا کنی. من همه رو وا میکنم. بله و اینجا تجاده وسط خونه منم هست. آره الکی مثلا خب اینم که از خونه باران که دیدیم خیلی هم زیباست. ببخشید من داشتم اینجا رو به بچه ها نشون ندادیم. اینجا رو به بچه ها نشون ندادیم. اینجا ببینید بابا برو نه تو بچسب اون ته. بشین بچسب اون ته. بچسب اون ته. آفرین. ببینید اینجا مخفیه که توش چسته و چیزای مخفی میذاریم توش. حالا من میخوام جاشو تغییر بدم چون واقعا فهمیده و نه خودت گفتی. آره من بهش گفتم و سوتی دادم و جاشو عوض کنم. چی مینویسی؟ سیکرت راز. این پشتش هم ما چیز کردیم. از اینجا سلام. انتخاب کردم. حالا منم برم بالا.
آقا من چجوری ما میشه برم یه کار یه کن. کمکی بهم کنی؟ رفتی بالا از تو چست من چند تا چیز درت بیار تو چستم پره. آره 56 تا داری. من واسه چو داری میکنی؟ نکن چرا؟ سخت ساختنش. من میخوام جاشو تغییر بدم جای بیا انداختم پایین. انداخت پایین؟ نس ببری تو ببری تو شاید تو دستشویی اینا بابا بابا داشت دستشویی میکرد تو. بعد یه قابلیت ما کشف کردیم که میری اینجا میخوابی. خیلی مثلا دراز جالب. میکشی. آره دراز میکشی خیلی میری جالب. مثلا بود تختشو میریم یا شنایی میریم به خاطر اینه که مثلا دراز میکشی. حتما باید بشینی. خیلی جالبه. ما برنامه واسه امروز اینه که بریم ببینیم که کلا تو اطرافمون چه چیزایی هست. آره چیا میدونیم پیدا کنیم. چون ما به آیرون به شدت نیاز داریم. ما فقط 11 تا داشتیم که اونم فقط ازش 5 تا مونده. باران هم تازه ازش استفاده نکردیم. باران هم واسه استفاده کنیم دیگه واقعا چی میشه بود. شاید آره اینجا ما میخوایم بریم بگردیم که یک ببینیم که کجاها پتانسیل بیلد داره. اینجا که خیلی داشت. حالا ببینیم جای دیگه هم میشه مثلا. چی شد؟ برو یه دقیقه بیا. کجایی تو؟ بیا اینجا رو نکن. دریاچه است که با یه خط و یه دونه اینجا رو اگر یه این برم بیا. من میدونم حالا من هرچی اون کوهه که هست تو که خونه منه. بیا همینجوری اون کوه رو بیا به اون جایی که رو حواس میرسی. بعد بازم بیا اینجا یه دریاچه هست که خیلی خوشگله. اینجا دایره بزرگ بزنم میتونم. هاپو من چیز دارم استخون دارم. بیا تو یکم سرگرمش کن. من اینجایم. بیا اینجا گوگولی مگولی سگ بخورش. حالا بریم بابا زامبی اسپان شو. بریم بابا منو داره میزنه. چرا سگت داره منو میزنه. نمیدونم چرا سگت میاد ولی منو چرا داره میزنه. منو نزن. داره با اسکلت میجنگه. کشتش. من چی شد؟ من کشتم اون چیزا رو. اون اسکلت رو. سگت پیشته؟ خوشو تو آره سگت پیش. نجاتش دادم من سگتو. من نبودم الان چیکار می‌خواستی بکنی؟ بخواب. بخواب فقط صبح شه بابا. کریپر الان میاد تو خونه من دهن منو. بابا بیا بریم دیگه. ببین من راستی ما ترایدنت به دست آوردیم. به ما ترایدنت آره خیلی جون نداره ترایدنتمون ولی به درد میخوره خیلی زیاد. کریپر دم خونه من الان جلوی خونه من عشق من. بیا اینجا سرگوگلی بیا کریپر بیا اومدی تو بیا بترک دمه ای جمع حتی نمیدید. من هیچ وقت اشتباه نمیکنم. این بر که میریم هیچی نیست فقط همون دریاچه خوشگل بود ولی اینجا چقدر سند. چه خوب فارم سند هم نمیشه درست کرد. خب من یه دقیقه برگردم چون که سلام. داد یس داد. بیا اینجا گوگل مگولی. بیا اینجا من با سیگرت میتونم 5 سال طول میکشه تا بیاد. بیا اینجا. با تناب بیاره. تناب نداره. چند تا داری از این؟ یه دونه. اینو آوردی تو خونه؟ من یه دقیقه قایق درست کنم. ای بابا قایق دارم. بشین توش. آفرین. حالا با هم میریم.
فرارو. این چجوری دارم برم خوب تناب واسه من میاری؟ نه. بیار. باش. سرعت اون زیاد شد. اسم تو نمیذارم قزنفر مال دنیا هاردکور بود. خب بیا. نه در نرو. بیا اینجا من سیگرس دارم. بیا اینجا سیگرس دارم. بیا. آفرین. کجا؟ بیا من اینجا 399. اینم میشه 399. بیا بدو بپر بیا. جفتشون نشستم توی قایق. من حالا فعلا میرم. میام دوباره. بیا بریم بابا بریم خونه بخوابیم. البته صبح نیست. صبح چرا؟ میتونیم دراز بکشیم. برگرد خونه. خونه ای منو که میبینی؟ خونه ای منو. بابا کوه میبینی؟ درخت جلده رو میبینی اونجا رو میبینی اون درخت جلده رو میبینی همه تو کوه رو؟ نه. تو کجایی هستی؟ کجا رفتی؟ ببین من الان آدرس بده. برگرد از همون راهی که داشتی میمدی برگرد دیگه. وای من همه وسایلم از دست رفت. آیرون که نداشتی مثل من. نه ولی کلی شمشیر و اینا داشتم. کلی شمشیر داشتی؟ یعنی چی؟ یعنی بابا چرا داره همینجوری میکنه؟ مال من داره همینجوری همه رو کن. دور بزنیم بیرون. یا هاپویی یکم بازی کنیم بیرون. من هاپو ندارم. تو هم میتونی بیایی با هم بازی کنیم. نمیرم کار دارم. سگه خوب. بیا برو بریم. برو من این برم واسه تو گذاشتم. نیشکر خواستی برداشت. باش نیست. بیا. از دست رفت. حالا لیبلی هم نداشتی که تو هید. لیبلم 3 بود. لیبلم 3 بود. بیا یکم آب بازی کنیم. من چیز نداشت. من کلی چیز داشتم که من وقتش بره خونه. من کلی جوهر داشتم که سیاه کنم. سفید و سیاه بزنم. اینجا برو که ندارم. مشکلی هم نیست. خدا هست مشکلی نیست. چشم بزنم اونجا نیست. سگی تو بشین من برم یک جایی. چقدر از اینا. چیه؟ چقدر نیشکر داشتی. آره. خیلی یاده. من چی میخوام؟ من اسکوید میخوام. ناش بیا داشتمش. هیچی نداد. نشه 2 تا داد. 3 تا داد. یکی دیگه اون بره. بیا نمیاد جا مخفی کجا بود. بیا نمیاد جا مخفی. نمیاد جا مخفی بود. آکی بر سره. چه سم کلی چی داشتی؟ بگم چی داشتی مگه خب؟ 38 تا یا 28 تا مس داشتم. مس که به درد نمیخوره. و سیب داشتم میخواستم نگه دارم که اگر طلا پیدا کردیم گل آتش کنیم که اینم الان گم کردم. سیب من دارم نگران نباش. بعد الان نمیدونم چی باشه بودم. دیدی ای بابا الان جا مخفی گم شد. ببینم اینجا خدایا وای خاک بر سرم شد. ببین وای زدم. نشونه ای میذاشتم.
پشم سفیدم رو به فنا دادم. خیلی هم عالی. الان من واسه واسه این ور بذاشتم. اینو این ور بذارم. بابا این عصر باران چقدر این ور اون ور میری. من دیگه غذا هم ندارم. یعنی چی؟ غذا داشت. غذای غیر پخته دارم. من غذا داشتم. چی شد غذا؟ من غذای غیر پخته دارم. من غذا داشتم. چی کار کردم غذا؟ این توه؟ نه نیست. گوشتم ضعیف. بابا اینو میخوام کنم. بابا میخوای بیل کنی؟ چقدر چه لحظه میخوام تو اون لحظه مشارکت داشته باشم. لحظه به این خوبی میامدم. بابا باز این بعد یه بالگی و باید به زندگی ادامه بدی. چقدر لحظه من دیگه قشنگ. کنارت نیستم. پس به زندگی ادامه بده. چقدر لحظه قشنگ. نه تو رهاش کردی الان دیگه مال تو نیست. اگر دلم بخواد میتونم باش بکنم. خب بابا از اینجا به بعد زندانی واقعا میشی اونجا. دستشویی داشتی اینجا دستشویی هم نداریم دیگه. ازت میخوام پشم بگیرم. گوشت و پشم میخورم. برو توش. نه باید دوتاتون رو پیدا کن. وقتی گشت روزانه است هاپو. اینجا برو تو بگرد. آفرین. من باید برم بابایی پیدا کنم. نه بذار برم تو آب. من اومدم. یه دونه دیگه هم بره. سلام گوگولیا. سلام. خب من یه دونه پیدا کردم دیگه. همین کافی بریم. نه اینم هست. مثلا تو رو بگیرم. بچه تو میبرم. تو رو میکشم. خب بریم گوگولی. گفت اینم هست. اینم هست. اونم میکشم. مشکل نیست. یه دونه دیگه هم هست. نه دیگه اون بچه هست. نه این هست اونم هست. بیا اینو بکش. درست میگی. بیا. من میکشم. بابا بچه بیا بچه. نه پشمشو بده من. یه دونه دیگه هم هست. اون بره. چقدر بابایی زیاد. دو تاست. نه بچه نمیخوام من. دارم بچه دارم. من بچه میخوام. چجوری بیارم؟ نمیدونم. نه چیه؟ چجوری بیارمش؟ دارم به من نچسب. بیا بریم بابا داره شب میشه. تو هم بیا سریع بریم دیگه. حال قضیه رو بکه. ببخشید داره دمیج میخوره. ببخشید. بریم. یادم باشه اینجا رو هموار کنم. بیا بریم. میای بابا چرا نمیای؟ تنابم کو؟ تنابم کو؟ بریز مای بابا تنابم. بخواب من تو تنابم پیدا نکنم. آها تو تنابم پیدا نکنم و اینو نیارم که جایی نمیام. بیا بریم. زهر ماری بشین تو. بلم کن. نه باباییمو میزنی نه خودمو. بیا بریم بابایی. بیا بابایی. بیا بابایی. دراز کشیدم. بیا میای بیا دیگه. بابا چقدر کندی. اومدی. ماهی چی میگی؟ ماهی چی میگی؟ بمیر. بابا من دارم برم کمکش بیام. من اومدم تو خونت. مرسی. نه مجرا. چون خونه تو خیلی بهتره. من نیاز دارم که برم الان. فقط یه جایی چیه؟ دراز بکش. خیش تو هم بخواب. نه تو بخواب. جدی جدی بخواب. بخواب.
بلند شم. آقا من میخوام بخواب. نمیتونم. چرا؟ بابا مانسترز آر نیر بای. چی غذا بخورم نمیرم. لام. من مردم. من داری میزنی. بزنش رو منه. کشتیش؟ داره تو رو میبینه ولی من دادم پشت. تو نیا دیگه. من دارم میمیرم با. خاطر یه گوسفند ببین چی شد. سیب بخورم آروم شم. با جونم پر نمیشه. زومبی فقط کاره این نیست بمیرم دوباره زنده بشم تو خونم بعد دیگه با موقع دوباره جونم پشت میتونم برم بخوابم؟ خوابیدم. بخواب من خوابیدم. بهش بابا هرچی اسکلت من بدم میاد. هرچی زامبیه. چی اسکلت؟ زامبی که هیچی. یا اسکلت من داره از پشت دیوار میزنه. نه گوسفند اومد. ای وای من یه تی بخورم مردم. یه زامبی اومد منو کشت ولی خودش مرد. بمیر بینم. کی داره منو میزنه؟ بمیر خدا تیر آتشین دو. کشتم همه تونو میکشم. تو روز هیچی نیستی. بده وسایل برداشتی؟ مردم. دور زنده نمیشی. وای من مردم. خودم گیر دادی یا وای بابا داره میزنه بد میزنه. خفه شو اسکلت. تو چی نیستی؟ اگر الان تو آب نبودی هیچی نبودی. وای من کش دوباره. من مردم. وای من مردم. داری حواست هست داری ویدیو میگی. آره خوش بدبختانه داریم میزنم رو توه؟ کشتمش؟ بزنش. وای من مردم. آتیش میگیرم. آره باش برم کن. وای دارم آتیش میگیرم. بابا من کلنگ بیلم دست توه. من مردم. بیلم دست توه. بیل من کو؟ بیلم بی کلنگ دست من. بیل تو پیدا کردم. کلنگت هم دست منه. بیا بیلمو بده. از هرچی اسکلت متنفرم. مرد آخه سر؟ آره خوشم. ای من چه بس من یه دونه تنوب تونستم بگیرم ولی اون یکی دیگه اسپام شد. چیکار داری میکنی؟ فکرم اینجا جامعه بوده. زیر درخت. آره حالا نمیدونم کدوم درخت بوده. تو مرز من گذاشتی؟ پس جامعه دیگه عملا مال منه. نه آره نه نزن. من میمیرم. نه نمیام. یه جو من میام. تو خونه تو من اجازه نمیدم. نمیذارم بیای. چرا نمیخوام. نمیخوای دعوت چی؟ نمیخوام. تو چه؟ چرا؟ یه خدا چند هستم. خر خب من دیگه چیا میتونم انجام بدم؟ بچه خیلی خوب بودیم. نه خیلی افتضاح بودیم ویدیو. واقعا فشار خوردم و تا یه ویدیو دیگه فعلا پیس.